شاگردای عزیز سلام، امیدوار هستم صحت سلامت باشید. و چینل یوتیوب درسی تدریس ریاضی آسان خوش آمدین. امیدوار هستم لایک و کامنت را فراموش نکنین، درس با دیگه دوستا شریک کنین و سابسکرایب کنین تا همه درس را دیده بتانین. باز هم درس خود را آغاز میکنیم با بسم الله الرحمن الرحیم. درس جدید امروز چی هست؟ مضمون ریاضی صنف هفتم، موضوع خاصیت اتحادی در اعداد نسبتی، صفحه 107 الی 108. استادتان سپوږمۍ وردک. و حالا صفحه درس جدیدتان را ببینید. در صفحه درس جدید شما عنوان میبینید که نوشته از خاصیت اتحادی. بعد از او داخل یک شکل براتان نشان داده که 3 عدد نسبتی به چی شکل ها نوشته شده. شکل اولش 1/5 جمع داخل قوس 2/5 جمع 3/4 شده. و در شکل دوم برعکس قوس از شروع آغاز شده 1/5 جمع 2/5 شده و بعداً باز 3/4 همراهشان جمع شده. در این شکل برای شما خاصیت اتحادی را در شکل نشان داده و ای که چطور ما خاصیت اتحادی را سوالایش حل کرده میتونیم و خاصیت اتحادی یعنی چی و در کدام علائم یا در کدام عملیه ها قابل تطبیق است بعدا در سوالات با هم حل میکنیم. حالا ما موضوعی که از حل سوالات من حیث بخش کلیدی یا نتیجه کلیدی به دست آمده با شما شریک کرده و تشریح میکنم براتون. ما براتون میخوانم. خاصیت اتحادی تنها در عملیه های جمع و ضرب اعداد نسبتی صدق میکند. خب انشالله که فهمیدین وقتی که ما و شما اعداد نسبتی را با هم جمع میکنیم و یا ای که با هم ضرب میکنیم در این دو عملیه خاصیت اتحادی صدق میکنه یا ای که عملی میشه، قابل تطبیق است. ولی ببینیم که بقیه چی نوشته شده. نوشته شده که اما در عملیه های تفریق و تقسیم صدق نمی کند. خب در عملیه های تفریق و تقسیم صدق نمی کند به این معنی که ما در عملیه های تقسیم و تفریق خاصیت اتحادی را تطبیق کرده نمیتونیم. یعنی اگر ما یک سوال تفریق داشته باشیم و یا یک سوال داشته باشیم که در او عملیه تقسیم باشه باز نتیجه خاصیت اتحادی در اوجه امکان پذیر نیست. پس بیاین که با مستقیم بریم سر تمرین و سوالات تمرین براتون حل بکنم. در این صفحه شما میبینین که 4 سوال است. ما براتون جزء A را که یک سوال جمع است، جزء B را که سوال ضرب است و جزء C را که بازم سوال جمع است براتون حل میکنم. اما جزء D را میمانم که وقتی که تقسیم در اعداد نسبتی براتون تشریح کردم و تمام حالت هایی را که در عملیه های ضرب و جمع تطبیق کردیم باز در درس تقسیم براتون نشان میتونم و براتون تشریح میکنم. حالا میریم مستقیم در کتابچه مثل درس های دیگه سوالا را حل میکنیم و میبینیم چیزایی را که ما گفتیم و نتیجه کلیدی را که براتون تشریح کردم میبینیم که واقعا قابل تطبیق است یا نیست. یعنی سوالای تمرین براتون کار میکنم. امیدوار هستم که خوب متوجه باشین. خب ببینین در این قسمت ما براتون نوشته کردیم جزء A. سوال جزء A 4/3 جمع 2/5 داخل قوس جمع 5/7 است. حال ما اول به می شکل ما شما ایره جمع میکنیم و بعد از او باز قوس جایش تغییر میتیم. قوس میبریم به طرف آخر و عدد 4/3 را از قوس میکشیم. میبینیم که در هر دو حالت عین قیمت بر ما شما میته یا نمیته.
ایره عملا کار میکنیم. یعنی خاصیت اتحادی را در این سوال میبینیم که موجود است یا نیست. پس اول از داخل قوس مخرج مشترک میگیریم. از 3 بر 4 جمع 2 بر 5 مخرج مشترکشان 3 ضرب 5 15 میشه. بعد از دو طرفین وسطین 4 ضرب 5 20 مثبت علامه وسطی 2 ضرب 3 6 مثبت 5 بر 7 هم خودش مساوی به. خب صورت اول 20 جمع 6 جمع میکنیم. 20 جمع 6 چی میشه؟ 26 بر 15 مثبت 5 بر 7 هم خودش. حالا از این دو کسر مخرج مشترک میگیریم. خط بر میکشیم و 15 را ضرب 7 میکنیم. 7 5 35 3 حاصل 1 7 7 سر 7 که 3 را بندازیم 10. باز طرفین وسطین میکنیم. 7 6 42 42 را 2 حاصل آمد بر 4 2 7 14 14 و 4 18 علامه وسطی تان مثبت و بعد از او 15 را ضرب 5 میکنیم. 5 5 25 2 حاصل 1 5 5 و 2 7. حالا 182 را با 25 جمع میکنیم. 5 و 2 7 7 و 8 15 15 را 5 حاصل آمد بر 1 1 هم داریم 1 و 1 2 بر 105. حالا میبینیم که این کسر ما یک کسر غیر منطقی است. ما چطور میتونیم از 105 257 حصه را بگیریم؟ پس 257 تقسیم 105 میکنیم. 257 تقسیم 105 چون در این طرف 200 است او طرف 100 است 105 است. 2 بار ضرب میزنیم. 2 5 در از صفرش حاصل آمد بر 1 2 0 0 1 حاصل داریم 1 1 2 2 از 7 که 0 بره خدای 7 از 5 که 1 بره 4. پس چی میشه؟ 2 3 چه قسم نوشته کده میتونیم؟ 2 3 47 بر باقی مانده بالا میه 47 بر 105. حال منطقی شد. ما از 105 47 سر گرفته میتونیم. خب یا اینکه شکلش جمع کنیم ببینیم که چی نتیجه میده. ما جایا را تغییر دادیم. میبینید قوس بردیم به طرف آخر و 4 بر 3 را بیرون کشیدیم. 4 بر 3 را خودش میگیریم. 4 بر 3 را نوشته میکنیم جمع. داخل قوس مخرج مشترک میگیریم. 7 5 35 مخرج ها ضرب میشه. مخرج مشترک طرفین وسطین 2 7 14 علامه وسطی مثبت است. مثبت 5 5 25 مساوی باز 4 بر 3 خودش مثبت صورت کسر دوم جمع میکنیم. 5 و 4 9 2 و 1 3 و بر چند بر 35. حالا از این دو کسر مخرج مشترک میگیریم. ضرب میزنیم مخرج ها را. 3 5 15 حاصل بر 1 3 3 9 یکی حاصل داشتیم سر 9 بندازیم 10. خب طرفین وسطین میکنیم. بازم 4 5 20 0 2 حاصل 4 3 12 12 و 2 حاصل داشتیم 14
علامه وسطی را میگیریم مثبت 3 ضرب 39 میکنیم 9 3 27 دو حاصل 3 3 9 9 2 11 دو حاصل داشتیم 11 مساوی صورت جمع میکنیم مخرج خودش 105 7 0 7 1 جمع 4 5 1 جمع 1 2 صورت جمع کردیم دیدیم که 257 در بالا هم است 257 بر 105 و در پایان هم 257 بر 105 به دست آمد و اگر تقسیم کنیم عین نتیجه را 247 بر 105 بر ما میته. دیدیم که خاصیت تبدیلی در جمع واقعا صدق میکنه. حالا میایم در جزء بی که ضرب است. سوال ضرب حل میکنیم 5 بر 7 ضرب 4 بر 9 ضرب 3 بر 5. خب ما اول داخل قوس با هم ضرب میزنیم بعد از او باز 5 بر 7 خودش ضرب داخل قوس اول ضرب میزنیم باز با 5 بر 7 ضرب میزنیم صورت به صورت ضرب میشه مخرج با مخرج 4 3 12 9 5 45 حالا با 5 بر 7 ضرب میزنیم 5 2 صورت به صورت مخرج با مخرج 5 2 10 0 حاصل آمد بر 1 1 5 5 5 و 1 6 مخرج ضرب میزنیم 5 35 3 حاصل 7 4 28 7 4 28 28 و 3 31 نتیجه چند شد 60 بر 315. حالا ببینیم که قوس پیش روی آوردیم و 3 بر 5 کشیدیم. حالا ببینیم که نتیجه این چیز میشه یا نمیشه. صورت به صورت ضرب 5 4 20 مخرج با مخرج 9 7 63 ضرب 3 بر 5 بازم صورت به صورت مخرج با مخرج ضرب میزنیم 3 0 0 3 2 6 مخرجش 5 3 15 15 5 حاصل آمد بر 1 6 5 30 یک حاصل داشتیم 31 ببینید در بالا هم ما داریم 60 بر 315 در پایان هم 60 بر 315 پس خاصیت اتحادی در ضرب هم صدق کرد. میاییم در جزء سی. در جزء سی قسمت دوم داخل قوس است و عدد اول بیرون کشیده شده. ما و شما میبینیم اول داخل قوس جمع میکنیم 6 بر 5 منفی داخل قوس خط بر میکشیم مخرج مشترک میگیریم 3 9 27 طرفین وسطین 2 9 18 مثبت علامه وسطیش مثبت است 3 4 12 مساوی 6 بر 5 خودش منفی داخل قوس جمع میکنیم 8 و 2 10 صفرش حاصل آمد بر 1 1 و 1 2 و 1 3 20 بر 27 مساوی. حالا ما شما بین ای دو کسر که پیدا کرده مخرج مشترک میگیریم 6 5 35 35 5 3 حاصل 2 5 10 10 و 3 13 طرفین وسطین میکنیم 6 با 27 ضرب میزنیم 6 7 42 حاصل آمد بر 4 2 6 12 12 و 4 چند میشه 16
بعد از او علامه وسطی منفی است میگیریم و 30 را ضرب 6 میکنیم. 6 0 0 3 5 15 ببخشید 5 3 5 15 تفریق میکنیم و 0 برای خود دو از 6 که 5 برای 1 و علامه مثبت 12 بر 135 مثبت 12 بر 135. حالا قوس پیش روی میاریم و عدد آخری را بیرون میکشیم. خب حالا جای رو تغییر میدیم. 6 بر 5 منفی 2 بر 3 میگیریم، بالایش عملیه را اجرا میکنیم. باز دا آخر 4 بر 5 4 بر 9 امراش جمع میکنیم. مخرج مشترک شان 3 5 15. طرفین وسطین 3 6 18. علامه وسطی منفی 2 5 10 مساوی به از 18 که 10 بره 8 باقی علامه مثبت به خاطر که 18 بزرگ است بر 15. حالا شما منفی را که در پیش روی قوس میبینین ای تاثیر میکنه. منفی به قوس به معنای ضرب دیجه است و علامه را منفی میسازه. پس 4 بر 9 را ازش منفی میکنیم. 8 بر 5 منفی 4 بر 9 مساوی به 8 بر 5 به دست آورده. پس 4 بر 9 را منفی میکنیم. مساوی به چی میشه؟ مخرج مشترک میگیره. در قسمت یک یادم رفته 8 بر 15 هست. 8 بر 15 را اصلاح کردیم. مخرج مشترک میگیریم. 9 ضرب 15 9 5 45 5 6 بر 4 1 9 9 9 4 13 9 8 72 منفی علامه وسطی 4 ضرب 5 20 2 اصل 1 4 4 4 و 2 6 مساوی. حالا تفریق میکنیم. از 72 60 تفریق می از 2 که 0 بره 2 از 7 که 6 بره 1 مثبت به خاطر از اینکه 72 بزرگ است بر 135. دیدین که نتیجه در بالا و در پایان بر دو شکل یکسان است. 12 بر 135 12 بر 135. پس در جمع اعداد هم خاصیت اتحادی صدق میکنه و شما عملی دیدین. بیاین که یک سوال از تفریق هم براتان حل بکنم و شما ببینین که در تفریق خاصیت اتحادی صدق نمیکنه یا تطبیق نمیشه. در اینجا یک سوال است. 4 بر 3 منفی 1 بر 2 منفی 1 بر 5. اول به این حالت حل میکنیم. بعد از او قوس جایش تغییر میتیم. در حالت دوم و در حالت اول میبینیم که نتیجه چی میشه. حال داخل قوس اول مخرج مشترک میگیریم. 4 بر 3 خودش منفی داخل قوس عملیه را تطبیق میکنیم. مخرج مشترک 2 5 10. طرفین وسطین 1 5 5 منفی علامه وسطی منفی 1 2 2 مساوی به 4 بر 3 منفی داخل قوس صورت از هم تفریق میکنیم. از 5 که 2 بره 3 بر 10 مساوی. حالا بین این دو عدد نسبتی مخرج مشترک 3 ده 30 میگیریم. 14 طرفین وسطین 40 منفی علامه وسطی منفی 3 3 9 مساوی به از 49 را تفریق میکنیم. باقی میمانه از 10 که 9 بره 1 از 3 باقی میمانه. 3 را پایان میکنیم بر 30 31 بر 30. علامش به خاطر مثبت است که 40 بزرگ است. حال جای را تغییر میتیم.
4 بر 3 منفی 1 بر 2 را اول عملیات تطبیق میکنیم. مخرج مشترک بگیریم. 2 3 6 طرفین وسطین 4 2 8 منفی علامه وسطی منفی 1 3 3 منفی عدد آخری 1 بر 5 خودش مساوی ازش که 3 برای چند باقی؟ 5 باقی و 6 هم خودش مخرج مشترک 5 بر 6 علامه مثبت به خاطر که 8 بزرگ است. منفی 1 بر 5. حالا بین این دو کسر یا دو عدد نسبتی مخرج مشترک چند میشه؟ 3 6 5 30 5 5 25 طرفین وسطین علامه منفی 1 ضرب 6 1 6 6. خب حالا از 25 6 تفریق میکنه. مختلف علامه هستن. از 25 که 6 بره، از 15 که 6 بره 9 یکی قرض کردیم یکی باقی ماند 1 پایان میکنیم خودش 19 بر 30. حالا ببینین جوابا رو ببینین. اینجا 19 بر 30 و در بالا 31 بر 30 و اینا با هم مساوی نیستن. پس چی نوشته کرده میتونیم؟ پس نتیجه گرفتیم که جوابا یکسان نیست. این خاصیت اتحادی در عملی تفریق قابل تطبیق نیست. پس نوشته میکنیم که عملی اتحادی در تفریق صدق نمیکنه. شاگردای عزیز امیدوار هستم که تمام سوالات را خوب یاد گرفته باشین. انشالله سوالات تقسیم براتان جداگانه کار میکنم. تمام خواص در اونجا تطبیق میکنیم. وقتتان تمام شد. خداحافظ. وقتتان بخیر.